أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یوزارسیف را به اینجا بیاورید. در این چند سال زندگی با تو دریافتم که من هیچگاه صاحب فرزندی نخواهم شد و دوست نداشتم که تو را از نعمت مادر شدن محروم کنم. اولا که ما چند سالی بیش نیست که ازدواج کردیم. از کجا که در آینده صاحب فرزند نشویم؟ گذشته از آن علاقه من به خداوندگارم جناب پوتیفار به خاطر فرزند نیست. من در علاقه شما نسبت به خود تردید ندارم و یوزارسیف را به خاطر همین علاقه به شما تقدیم کردم، چون میدانستم که داشتن چنین فرزندخوانده‌ای شما را خیلی خوشحال می کند. هیچ چیز چون محبت شما مرا خوشحال نمی کند. یوزارسیف را هم چون هدیه شماست دوست خواهم داشت. فکر میکنی اگر روزی صاحب فرزند شویم همچون یوزارسیف زیبا و دلنشین خواهد شد؟ شاید، ولی چون او باهوش و دانا قطعا نخواهد شد. تو چه کرده ای که بانو زلیخا این همه از تو تعریف میکند؟ ترفندی که امروز یوزارسیف برای دستگیری دزد جواهرات به کار بست همه را متحیر کرد. عالی جناب، امروز همه جای قصر سخن از هوش سرشار یوزارسیف بود. همه میگفتند یوزارسیف نینیفر کپتاه را به زندان فرستاد. در همین روز اول ثابت کردی که میتوانی پسرخوانده بانو زلیخا باشی. خودم شنیدم تصمیم دارن او رو به فرزندخواندگی قبول کنند. زلیخا قبول کرد که یوزارسیف فرزندخوانده او شود؟ چیزی نگفت، اما به نظر موافق بود. این شایعات چیست که در همه جا پراکنده شده؟
می توانم حدس بزنم. حتما در مورد یوزارسیب است. آیا فرزندخواندگی یوزارسیب حقیقت دارد؟ انتخاب خوبی است نه؟ این خلاف سنت‌های قومی و آیین مصر است. یوزارسیب یک بیگانه و از نژادی پست است و با اشراف زاده‌ای چون شما هیچ تناسبی ندارد. فرزند من که شد، او نیز دارای نام و موقعیت و مقام خواهد شد. با آیین و ایمان او چه می‌کنید؟ از کجا که او دشمن آمون و مخالف آیین مصر نباشد؟ حرفهای عجیبی میزنید. نهالهای نرم و قابل انعطاف به راحتی تغییر شکل میدهند و اصلاح میشوند. بیایید و از این فکر صرف نظر کنید. این به نفع شما نیست. من تصمیم خود را گرفتم. تو هم به جای گفتن حرفهای مایوس کننده یاریم کن. پس بگذارید حرف آخر را بزنم. من امروز نزد جادوگر معبد آمون رفتم و مشخصات یوزارسیف را به او دادم. میدانید او چه گفت؟ او گفت که این کودک دشمن زلیخاست و او را از زندگی ساقط و از خدایان دور و متنفر خواهد کرد. جادوگر گفت تو در نهایت به پرستش خدایان دیگری خواهی پرداخت. این سخنان بیهوده چیست که میگویی؟ او یک کودک است که از هم اکنون میتوانم او را تربیت کرده آنگونه که میخواهم تغییر شکل دهم. از فردا او را مرتب کرده نزد من بیاور. میخواهم او را با آداب و سنن مردم مصر آشنا کنم. تو هم در این کار یاریم کن. همه نگرانی من به خاطر شماست. اگر این گونه اراده کردید باشد، اما فردا نگویید که کاری ماما نگفت. آمدم غذای جناب پوتیفار را ببرم. تا یوزارسیف نهایت غذایی در کار نیست. تعداد اختیار غذاها به او سپرده شده است. خوب جای خود را باز کرده است. پوتیفار و زلیخا میخواهند او را به فرزندخواندگی خود بپذیرند. کنار بروید کنار. شماره و تعداد تمام افراد قصر نزد یوزارسیف است. به هر کس و به هر قسمت به تعدادی که او گفت غذا میده. غذای نگهبانان 20 نفر. نفر. تعداد کاهنان معبد 5 نفر است. 20 هم چرا؟ آیا خدایان معبد نیاز به غذا ندارند؟ یعنی خدایان معبد هم غذا میخورند؟ نه نمیخورند. اما نباید روزی بندگان را به پیشگاهان خدایان هدیه کرد تا متبرک کنند؟ خب بعد از اینکه خدایان این غذاها را متبرک کردن، چه کسی اینها را میخورند؟ آنچه را که خدایان متبرک کنند متعلق به کاهنان و خادمان معبد خدایان است. در آن صورت که هر کاهن 4 برابر دیگران غذا خواهد خورد. به همین دلیل کاهنان همیشه فربهتر میشوند. کاهنان و بستگانشان هر روز باید به برکت خدایان شاختر و فربهتر شوند، در حالی که بسیاری از کارکنان قصر غذای کافی برای خوردن ندارند.
اگر غذای ما بندگان را خدایان متبرک نکنند چه می شود؟ حتما غذا در معده من ترش می بس کنید. اگر از خادمان معبد شرم نمی کنید لااقل از خدایان معبد شرم کنید. این جادوگر رفت که برای یوزارسیف دسیسه کند. در اینجا تعداد کارکنان و کاهنان معبد 5 نفر ذکر شده است. نباید بیش از 5 سهم غذا به معبد داد. اینها به تو مربوط نیست. ما همیشه 20 سهم برده ایم، این بار هم میبریم. امروز هرچه میخواهند با آنها بدهید تا جناب هونیفری مشکل را حل کنند. به نام خدایان به کام کاهنان. تا کنون کسی به زیاده طلبی اینان اعتراض نکرده بود. آفرین پسرم، آفرین. آن از رسوایی نیفرکپتا، این هم از رسوایی کاهنان. دیدید این کودک نیفرکپتا را چگونه روانه زندان کرد؟ کودک باهوش شجاعی است. جناب هونیفر. خب چه میکنی یوزارسیف؟ مشکلی که پیش نیامد. خیر عالی جناب. یوزارسیف با کاهنان معبد مشاجره داشت. میخواست مانع زیاده طلبی آنان شود. کاریماما هم شاهد ماجرا بود. گمان میبرم کاهنان و کاریماما بر علیه این کودک دسیسه کنند. غذای عالی جناب آماده است؟ بله عالی جناب. بردار بروید. تو نیز بیا یوزارسیف. غذای اینان را طبق آمار هر روز بده تا یوزارسیف بازگردد. بروید. شما که نبودید ببینید اهالی قصر چگونه به ما میخندیدن. کارکنان قصر هم با او همدست شده بودن. بوتیفار یک کودک را مسئول پخش غذای اهالی قصر کرده؟ هونیفر او را مسئول کرده. من یقین دارم که او کافر است و خدایان ما را نمیپرستد. اگر این گونه باشد اجازه نمیدهم جان سالم به در برد. من با بوتیفار و زلیخا سخن خواهم گفت. نگران نباشید. یوزارسیف با ترسم کجایی؟ نمیسابو چه شده اینجا چه میکنی؟ آیا تو کافری و خدایان ما را نمیپرستی؟ منظور تو چیست؟ همین خفوه کاهن به مستخدم معبد بینگی میگفت اگر ثابت شود تو خدایان ما را نمیپرستی تو را زنده نخواهند گذاشت. اگر خدای من نخواهد هیچ اتفاقی نمیافتد. نگفتی. آیا تو کافری؟ به تو اطمینان میدم که من کافر نیستم و خدا را میپرستم. منظور تو کدام خداست؟ خدای تو، خدای خودم، خدای همه. خب خیالم راحت شد. میدانی خداوند تو را برای نجات من فرستاده بود. با من بودی؟ نه با خودم حرف میزدم. چیزی نیست، برو. میای با هم بازی کنی؟ آری آمدم.
کاش می‌دیدید همه افراد قصد در تمسخر کاهنان با او همراه شده بودند. چگونه یک کودک میتواند موجب تحقیر و تمسخر کاهنان معبد شود؟ به کنایه میگفت کاهنان به نام خدایان غذا میگیرند و خود را پروار میکنند. من این مطلب را به او تذکر خواهم داد. من تردید ندارم او نه آمون را میپرستد نه هیچ یک از خدایان را. جناب پوتیفار منتظر بانا هستند. زمان صرف نهار است. مراقب این کودک باشید. اگر ارباب معابد را به خشم آورد جان خود را در خطر قرار داده است. آفرین، بی‌نظیر است. چه ترفندی به کار بسته اید؟ همان غذای پیشین است عالی جناب. تنها کمی دل خوش و قدری صداقت با آن اضافه شده است. ببینم دل خرم و صداقت غذا را این همه خوش طعم می‌کند؟ این از حسن زن و بزرگواری خداوندگار من و بانو زلیخاست. این محبت و صداقت چرا پیشتر نبود؟ پیشتر یوزارسیف هم نبود. یوزارسیف، تو علم سحر میدانی که دیگران را این همه مجذوب خود میکنی؟ علم سحر؟ خیر بانو، علم سحر چیست؟ او طریق محبت و مهر میداند. او را به سحر نیازی نیست. از فردا یوزارسیف ضمن حضور در آشپزخانه سفره‌دار ما نیز خواهد. چه شده؟ برای رسیدن به سفره‌داری پوتیفار خیلی تلاش کردم. سالها بردگی، بیکاری، کارهای طاقت فرسا رو تحمل کردم تا مورد توجه پوتیفار قرار گرفتم. حال یک کودک، یک عبرانی گوسفندچران از راه رسیده و همه چیز رو خراب کرد. یوزارسیف مقصر نیست. تصمیم گیرنده پوتیفار است. یوزارسیف نمیتواند از فرمان پوتیفار سرپیچی کند. حال چه کنم؟ مرا یا به کشاورزی در بیابانهای گرم میفرستند یا راهی معادن سنگ میکنند. من میگویم در اولین فرصت با یوزارسیف صحبت کن. هونیفر هم بد نیست. شاید راه چاره‌ای پیدا شد. ظرفای غذا را جمع کنید. میخوایی همانجا بایستی؟ تو نیز کمک کن. از این پس سفره‌دار و خانسالار جناب پوتیفار یوزارسیف است. من حق هیچ دخالتی ندارم. من کاری کردم که خشم تو رو برانگیخته؟ یعنی تو نمیدانی؟ با آمدن تو همه چیز خراب شد. ای کاش میدانستی چقدر برای رسیدن به خانسالاری پوتیفار تلاش کرده بودم. شاید او را به مزارع کشت پاپیروس یا معدن سنگ ببرن. خداوند مرا ببخشد. اگر ناخواسته به تو لطمه زدم مرا ببخش. من سعی میکنم جبران کنم. نگران نباش.
بانو زلیخا عالی جناب. عالی جناب خفو با من امری داشتند؟ جای تأسف است بانو. کار ما به جایی کشیده که یک کودک برای معبد تصمیم میگیره. گمان میکنم در انتقال خبر گزافه‌گویی شده. این کودک یک بیگانه است و رفتار او نشانگر دشمنی او با خدایان است. او را بر امور قصر عزیز مصر مسلط نکنید. یوزارسیف یک کودک است. چه دشمنی با خدایان میتواند داشته باشد؟ شما از علاقه من به خدایان با خبرید. بی تردید دشمن خدایان در قصر من جایگاهی نخواهد داشت. شما یکی از الهه های معبد آمون و از همسران آمون می باشید. انتظار از شما بیش از دیگران است. یوزارسیف هنوز نه خدایان را میشناسد و نه معابد را. بهتر از این مطالب را برای جناب پوتیفار هم بیان کنید. بسیار خوب. عالی جناب، شما دستور دادید که یک کودک برای سهمیه غذای اهالی قصد تصمیم بگیرد؟ یوزارسیف فقط از روی پاپیروسی که ما به او دادیم تعداد سهم غذای افراد را میخواند. ما فقط از سواد خواندن و نوشتن او بهره گرفتیم. همین. پس چرا دیروز مانع گرفتن سهمیه معبد شده بود؟ فقط برای او سوال شده بود که چرا 5 نفر اهالی معبد 20 سهم غذا میبرند. البته این سوال برای ما نیز بود. منتها یوزارسیف به این ایراد اعتراض کرد. ما به احترام خدایان و کاهنان معبد اعتراض نکردیم. به یک کودک چه ارتباطی دارد؟ معبد دوست دارد سهم افراد خود و خدایان را با هم بگیرد. چه کسی گفته افراد معبد هم غذای خود را بخورند هم سهم خدایان را؟ چرا باید افراد معبد مثل تو فربه باشند و دیگر ساکنان قصر رنجور و ضعیف؟ چرا؟ جناب بوتیفار، ما را با برده ها و خدمتکاران مقایسه می کنید. ما خادمین آمون، خدای خدایان مصر هستیم. کارکنان این قصر هم بندگان آمون و خادمین خداوندگار خویشند. با این تفاوت که کارکنان این قصر برای خوشنودی خداوندگار خود زحمت میکشند، ولی کاهنان معبد کمترین تلاشی برای خدایان خود نمی کنند. فقط میخورند و پروار میشوند. من گزارش این اهانت را به آنخ ماهو بزرگ کاهنان معبد آمون خواهم داد. علاقه به یوزارسیف به جای خود، اما نباید به خاطر او کاهنان معبد آمون را از خود برنجانید. به خاطر یوزارسیف نیست. اختلاف بین دربار مصر و معبد آمون ریشه چندین ساله دارد. خودکامگی های ارباب معابد غیر قابل تحمل است. من به اختلاف شما کاری ندارم، اما به عنوان الهه معبد آمون یوزارسیف را به گونه‌ای تربیت خواهم کرد که از پیروان آمون باشد، نه از دشمنان آن.
کاهن اعظم معبد آمون، عالی جناب آنخماه. بگو خفو، میشنوم. آمدم از محضر کاهن اعظم تقاضا نمایم مرا از خدمت در معبد قصر پوتیفار معاف بدارند. چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ در قصر پوتیفار به آمون و کاهنان معبد آمون اهانت می شود. همه کافرند، مخصوصاً پوتیفار که از همه بی ایمان تر شده است. هنوز پاسخ مرا نداده. چه اتفاقی افتاده؟ یک کودک عبرانی به نام یوزارسیف با آمون و خادمین معبد او مخالفت می کند و همه را بر علیه ما تحریک کرده و ما را در انظار مضحک می نماید. من دیگر به قصر پوتیفار باز نمی گردم. یک کودک تو را این همه به وحشت انداخته؟ من گمان می کردم پوتیفار و آمنحتب را دشمن معبد می دانی. نمیدانستم که در حد یک کودک 10 ساله نیستی. ولی او یک کودک معمولی. خفه شو! بس کن! تو نباید قصر را ترک کردی. بدون آنکه کسی بفهمد فوراً باز کرد. در قصر پوتیفار به تو بیشتر نیاز داریم تا اینجا. ما در فکر براندازی حکومت آمنحتب فرمانروای قدرتمند مصر بودیم. اون وقت یکی از بزرگترین کاهنان ما در مبارزه با یک کودک شکست خورده رو به گریز نهاده است. برو اینجا نیست. چرا نمیاد قضایتان را بگیرید؟ مثل فرشته ها میماند. سفره زیبا و رنگینی است. تا راسته یوزارسیف؟ از سامنی آموختم. یوزارسیف بسیار باهوش است. بیشک آنچه را که یوزارسیف آموخته به کمال رسانده. زیبایی این سفره مرا به وجد آورده. میتوانم به تنهایی فیلی را ببرم. سپاسگزارم یوزارسیف. آیا یوزارسیف نوجوان میتواند کتاب‌های قصه را بخواند؟ علاوه بر آن قصه‌ای را از پدرم آموختم که شنیدنی است. بسیار خوب. از امشب تو برای من قصه بخوانی. قصه؟ جناب پوتیفار همیشه پیش از خواب قصه گوش میکنند تا خوابشان ببرد. کسی که اکنون برایم قصه میخواند دیگر مرا جذب نمی کند. جواب نداده یوزارسیف. ببخشید عالی جناب. پس کتابخانه فعلی شما چه میشود؟ سوفر به کار دیگری مشغول خواهد شد. من پیشتر نیز موجب برکناری هویه شدم. نمیخواهم موجب بیکاری سوفر نیز بشوم. میتوانم از جناب پوتیفار تقاضایی داشته باشم؟ همین عطوفت و رقت قلب تو مرا مجذوب کرده. تو میخواهی بگویی برای هویا و سوفر شغلهای بهتری در نظر بگیرم؟ یا اینکه آنها را به شغلهای پیشین خود بازگردم. من نمیخواهم کسی را رنج داده یا موقعیت کسی را به خطر بیاندازم.
نگران نباش. به هونیفر خواهم گفت که به هویا و سوفر شغلهای بهتری بدهد. از امروز تو کتابخوان و کتابدار من خواهی بود. جناب پوتیفار ظاهراً یوزارسیف را به من هدیه کردند، اما در باطن خود بیشترین بهره را از این میبرم. اگر شما راضی نباشید یوزارسیف هیچ کاری انجام نخواهد داد. قصد من مزاح بود. یوزارسیف کاری را انجام میدهد که خداوندگار این خانه بخواهد. او باید همیشه از شما سپاسگزار باشد و هیچگاه از الطاف شما سوء استفاده نکند. من همیشه در برابر خداوندگار خویش سپاسگزار خواهم بود. با من بیا. این کتابخانه گنجینه گرانبهایی است که به زحمت فراهم شده. همه این کتاب‌ها را یا من خوانده‌ام یا کتابخانه من سوفر برایم خوانده. جناب پوتیفار دوست دارن کدام کتاب را امشب برایشان بخوانم؟ امشب این کتاب را برایم بخوان. کتابی است که آینده مصر را پیش بینی کرده. نمیدانم این دست نوشته از کیست، اما هرچه هست بسیار قابل تأمل است. اقتدار مصر ابدی نیست و ظلم حاکم بر آن پایدار نخواهد بود. روزی خواهد رسید که معیارها در مصر دگرگون خواهد شد و فقیر و غنی جایشان تغییر خواهد کرد. این دگرگونی در پی جدالی خونین رو خواهد داد. ثروتمندان کاخها و غلامان خود را از دست خواهند داد و خدای آمون در میان مردم پرستنده‌ای نخواهد داشت. حکومت را مردم به دست گرفته و خدایی برتر از آمون را پرستش میکنند. من نیز گمان میکنم این پیشگویی روزی تحقق پیدا کند، اما چگونه نمیدانم. به چه فکر میکنی یوزارسیف؟ گمان میکنم بدانم این حادثه تنها میتواند توسط یک مرد آسمانی یا یک منجی الهی اتفاق بیفتد. فقط او میتواند ثروتمندان و ستمگران را از اریکه قدرت به زیر کشیده و آمون و دیگر خدایان مصر و همه جهان را از رونق بیاندازد. آری، گمان میکنم بدانم. تو بزرگتر از آن هستی که نشان میدهی یوزارسیف. اینها را از کجا میدانی؟ من گمان میکنم که تو نه تنها آمون را نمیپرستی که دشمن نیز میداری. آمون تندیس سنگی بیش نیست و دشمنی با سنگ عاقلانه به نظر نمیرسد. این را بنگر.
آمون را نه تنها لایق پرستش که لایق دشمنی نیز نمی‌داند. اگر آن ماها و کاهن اعظم این سخنان تو را بشنود خودش را حلق‌آویز خواهد کرد. مبادا عقیده خود را پیش کسی ابراز کنی، مخصوصا از زلیخا بپرهیز که آمون پرست متعصبی است. عالی جناب، می توانم بپرسم شما چه چیزی را می پرستید؟ قبلا آمون را می پرستیدم، اما اکنون نمیدانم. این را با کسی نگو. من از کاهنان معبد آمون بیزارم. می توانم علت این بیزاری را بپرسم؟ ارباب معابد گستاخ و خودکامه‌اند. آنها به جای منافع مصر فقط به نفع خود فکر می کنند. بسیار خوب، کافی است. برو استراحت کن. خداوندا، برای همه دوستانم طلب خیر و نیکی میکنم. خداوندا، پوتیفار، بانو زلیخا، ویمیسابو، هونیفر و دیگران را هدایت کن. خداوندا، برای مادرم شادی روح آرزو میکنم. پروردگارم، برای پدرم یعقوب تقاضای صبر و بردباری دارم. از برادرانت دور نشو. از خودت مراقبت کن فرزندم. این پیراهن را هم بپوش. این که برای من خیلی بزرگ است. تو بپوش، خواهی دید که اندازه می شود. میدانم رد فرا برای او مشکل است. یاریش کن تا مرا فراموش کند. درود خداوند بر یوسف نبی. درود خداوند بر پیکر فرشته وحی. چه میکنی یوسف؟ نامه‌ای برای پدرم نوشتم. میخواهم از جناب پوتیفار تقاضا کنم که آن را برای پدرم بفرستد تا او از حال من باخبر شود. نه یوسف،
هنوز زمانان فرا نرسیده. تو و پدرت یعقوب نبی باید این فراق را تحمل کنید. میتوانم بپرسم چرا؟ دلایل بسیار دارد. یکی از دلایل برادرانت می باشند. ببینم یوسف، تو که قصد صدمه زدن به برادرانت را نداری؟ داری؟ اگر پدرم بفهمد آنان را نفرین خواهد کرد. نفرین پدرم زندگی آنان را سیاه خواهد کرد. نه نه، من نمیخواهم برادرانم صدمه ببینم. اگر یوزارسیف نبود ممکن بود شما را به مزارع کشت پاپیروس یا معدن سنگ بفرستیم. دیروز عالی جناب پوتیفار به درخواست یوزارسیف دستور دادند که شما را به شغل مناسبی منصوب کنند. من از شما میپرسم چه شغلی میخواهید؟ ما نمیدانیم، هرچه پیشکار بزرگ تصمیم بگیرن. تو چون خانسالار با تجربه هستی، آماده نمودن غذای بانو زلیخا و جناب پوتیفار به عهده تو باشد و تو چون سواد داری کنترل تعداد غذا به جای یوزارسیف به عهده تو می باشد. موافقید؟ از جناب پیشکار نهایت سپاس و تشکر را دارم. از یوزارسیف تشکر کنید. ببینم چه می کنید. تو دیگر در آشپزخانه کاری نداری. کارهای تو را هویا و سوفر انجام میده. بیا. راهیل، خستم، دل شکستم. میبینی فرزندانم دشمنم شدند، در امانت خیانت کردم. من هم در امانت تو خیانت کردم. نتوانستم از یوسف خوب مراقبت کنم. شرمنده‌ام راهی، شرمنده‌ام. از زمانی که فهمیدم گرگ فرزندم را نخورده بیشتر نگران شدم که نکند او را کشته باشم. در حال تو بهتر میدانی. تو از جهان دیگر ما را نظاره میکنی. میدانی که الان یوسف کجاست. اگر یوسف مرده باشد بیشک الان نزد تو است. آسوده باش که مرگ یوسف تو را درک نکرده است. سلام برادر. درود بر یعقوب نبی. یوسف تو زنده است و مرگ او دروغی بیش نیست. شما اطمینان دارید؟ من از هیچ مرگی بیخبر نیستم. به دنبال یوسف در دنیای اموات نگرد. او را در جای دیگری جستجو کن. شنیدی؟ برادرت زنده است. یوسف من زنده است. می توانی بگویی او اینک کجاست؟
من فقط از دنیای مردگان خبر دارم. او که بود پدر؟ پیک حق، فرشته مرگ، عزرائیل. من فکر میکردم عزرائیل ترسناک است. نه برای همه کس پسرم. شنیدی راهیل؟ یوسف من زنده است، او نمرده. ما را ببخش راهیل، باید هر چه زودتر برویم پیش از آن که آفتاب غروب کند. برویم پسرم. فکر میکنید کجا رفتن؟ حتما به دیدار مزار راهیل. او هنوز مردگی راهیل را بیشتر از مادرمان دوست دارد. هنوز هم نمیخواهید بگویید بر سر برادرتان چه آمده؟ قبلا که گفتیم پدر، باز هم تکرار کنیم؟ نمیخواهید از این دروغ دست بدارید؟ یوسف را نه گرگ دریده نه مرگ دره بوده. تا توبه نکرده و حقیقت را نگویید شما را نخواهم بخشید. کجا رفته بودی؟ بر سر مزار مادرم. آنجا فهمیدم که برادرم یوسف نمرده. مادرت به تو گفت که برادرت نمرده؟ نه، مرد سپید پوش گفت. پدر گفت او فرشته مرگ است. پاک دیوانه شده. کارش شده بیابانگردی و خیال بافی. دیوانه شما هستید. شما دروغگویید. من از شما برم میآیم. هی! برو بنیامین! پدر بنیامین حقیقت را میگوید. چرا تصمیم نمیگیرید همه چیز را با آنها بگویید؟ دیدید که تصمیم ما غلط شده، هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. مدتی است از رفتن یوسف میگذرد و پدر کوچکترین توجهی به ما نکرد. او جای یوسف بنیامین را نشاند. حالا که گمان میکردیم به ما روی خواهد آورد. اگر نگفتید وقتی یوسف را از پدر دور کردید توبه میکنید. خب حال وقتم فرا نرسیده؟ دیگر دیر شده. یوسف را نمیتوانیم بازگردانیم. با برملا شدن ماجرا فقط نفرت پدر و تمام مردم کنعان نصیبمان خواهد شد. اگر حقیقت آشکار شود دیگر روی زندگی در کنعان را نخواهیم داشت. می توانید او را بیگانه معرفی کنید. بگویید او دشمن خدایان است. باید زمینه را برای اخراج او از قصر فراهم کنیم. یک کودک گوسفند چران که نمیتواند بر امور قصر با عظمت پوتیفار مسلط شود. کودکی که تا دیروز در سرگین گوسفندان میخفته، بدیهی است که خفتن بر اطلس دیوار را بر نمیتابد و طغیان میخورد. به کاهنان بگویید با اهالی قصر صحبت کنند و ذهن آنان را نسبت به یوزارسیف روشن کنند. جای او در این قصر نیست.
بانوی من، دیشب یوزارسیف را مشغول راز و نیاز با خدای دیگری دیدم. تندیسی آنجا نبود. او با آسمان سخن می‌گفت. بسیار خوب، امشب نشانم بده. میخواهم از نزدیک ببینم. حتما بانوی من. چیز عجیب دیگر این که او مثل دیوانه ها با خود سخن می‌گفت. همه یوزارسیف را زیرک و باهوش می‌دانند. تو دیوانه؟ آهای، تو آنجا چه می‌کنی؟ علف‌های هر جا جمع می‌کنم. اینها گل‌ها رو خوش می‌کنند و اگر اینها رو جمع نکنیم هم باغچه رو زشت می‌کنند و هم گل‌ها رو ابی می‌برند. بس کن. کارت رو انجام بده. یوزارسیف با تو هستم. کجایی؟ چه شده؟ چه میخواهی؟ آنها قصد دارن امشب تو را زیر نظر بگیرن. آنها؟ کاریمامه و بانو را میگوین. آنها فکر میکنند تو خدای دیگری را میپرستی. کاهن هم میخواهد اهالی قصر را با تو دشمن کنند. بعدم برایت بیشتر توضیح میدم. من رفتم. آنها چیست که چیده ای؟ به خاطر شما چیدن. من که علف خواه نیستم. علف میخواهم چه کنم؟ نه، یعنی به خاطر شما مجبور شدم بچینم. باز که شد همان. دست بردار. اصلا چه میدنم برای چه چیدن؟ سپاسگزارم. این از عنایت توست که مرا بر توطئه‌های دشمنانم آگاه می‌کند. من کودکی ضعیف و ناتوانم و اگر عنایت تو نبود نابود می‌شدم. نمیدونم. شاید نیمه های شب به پرستش خدایش بپردازد. خسته نباشه. سپاسگزارم. ظاهرا تصمیمتون برای ساختن کلبه قطعی است. نمیتوانم با فرزندانم زندگی کنم. میخواهم همیشه منتظر یوسف باشم. انتظار تا کی؟ نمیخواهید تمام کنید؟ انتظاری مداوم تا روزی که یوسف باز گردد. تا آن روز در این کلبه زندگی خواهم کرد و بر سر راهی که روزی رفته بود دیده خواهم دوخت. استراحت نمی کنید؟ وقت غذاست. چرا آمدم. بنیامین بیا پسرم. به زعم شما یوزارسیف یک موحد یکتاپرست نیست؟ نه، گمان نمی کنم. ولی من فکر میکنم او خدای آسمان را میپرستد و به خدایان مصر کافر است. یک کودک چه میداند که خدای یگانه کیست؟ او هر طور که تربیت شود همون گونه نیز فکر خواهد کرد. این من و تو هستیم که تعیین میکنیم که او چه چیز را بپرستد و به چه چیز کافر شود. با او از خدایان و آمون بگو. به معبد که میروی
او را نیز با خود ببر تا با آیین مصر و آمون آشنا شود. یوزارسیف را آراسته کرده نزد من بیاورید. بگویید تخت روانم را آماده کنند. میخواهم به شهر بروم. تخت روان بانو زلیخا را آماده کن. همیشه همینطور مرتب و آراسته باش. امروز چه زیبا و دلنشین شده ای. به نظر میرسد تو بیش از همسالان خود رشد کرده ای. شما اینطور فکر نمی کنید هونیفر؟ نمیتوان باور کرد که یوزارسیف 11 ساله است. میخواهم امروز تو را با تبس و معبد آمون آشنا کنم. موافقی؟ آشنایی با آیین کهن مصر و آداب و سنن مردمان آن را خیلی دوست دارم. پس با من بیا. زلیخا یوزارسیف را چون فرزند خود دوست دارد، نه فرزند خانده. کارت را بکن. یوزارسیف بیا اینجا بنشین. می شود من پیاده بیایم و سوار نشوم؟ چرا؟ تخت روان را دوست نداری یا سوار شدن بر دوش دیگران را دوست ندارم. از بانو زلیخا اطاعت کن. حرکت کن.
آنجا غرب است، دنیای مردگان. ما مردگان خود را مومیایی کرده در غرب نیل دفن می‌کنیم. غرب دنیای عجیبی است. ما همراه مردگانمان لباس، شراب و طعام زیادی دفن می‌کنیم تا آنها از لذت زندگی پس از مرگ نیز بهره مند شوند. گاه چند تن از خدمتکاران را نیز با آنها دفن می‌کنیم تا با آنها خدمت کنند. یعنی جنس پس از پوسیدن توان پوشیدن و نوشیدن داره؟ میدانستم این سوال را خواهی کرد. جسم انسان در جهان دیگر میپوسد مگر اینکه مومیایی شود. مومیایی جسم را سالم نگه می‌دارد و روح میتواند به جسم مجدد بازگردد. در صورت بازگشت روح جسم حیات مجدد می‌یابد و از آنچه با خود برده استفاده خواهد کرد. نمیتوانند قبر را بشکافند و مرده‌ای را که زنده شده دوباره بیرون بیاورند. زندگی بیرون از قبر که بهتر از درون آن است. نمیدانم، شاید بشود. اگر توقفمان در اینجا زیاد است بگویید تخت روان را پایین بگذارند. اینها خسته شدند. نه، حرکت میکنیم. نگران نباش، آنها عادت دارند. معبد اینجا معبد آمون است. ما امروز در مراسم صبحگاهی بیدار شدن آمون، خدای بزرگ مصریان، شرکت میکنیم. یعنی آمون خدای بزرگ مصریان دیشب را در خواب بوده؟ آری، آمون و خدایان دونپایه تر از او شبها را استراحت میکنه. اگر شبانگاه بنده محتاج به راز و نیاز با خدای خیش باشد باید چه کند؟ بندگان نیز چون خدایان باید شبها را استراحت کنند. خدایان روزها را برای مراجعه بندگان اختصاص دادند. داخل می رویم. فقط پیروان آمون و اهالی مصر حق ورود دارند. ورود بیگانه ممنوع است. همه کاهنان پیشتر خود را در نیل مقدس تطهیر کردند. آنها قصد ورود به داخل معبد را دارند. جز کاهنان هیچ کس حق ورود به داخل معبد را ندارد. با آن وسایل آمون را شستشو داده تطهیر می کنند. لباس او را تعویض کرده آرایشش می کنند و خوشبوترین عطرها را به او می زنند و او را برای عبادت بندگان آماده می سازند.
یعنی کسی نمیتواند در خلوت خود و یا در جای دیگر آمون را پرستش کند؟ نه، خدایگان آمون را فقط در معبد و در حضور خود او ستایش میکنند. ولی من شنیدم که خداوند در همه جا هست.